نطق شهدا بعد از شهید شدن باز میشه، با مردم حرف میزنن. بالذین لم یلحقوا بهم، با ماها دارن میگن. ما گوشمون سنگین نباشه بشنویم این صدا رو. کاری که شما میکنید، خانواده معظم شهدا میکنند یا بزرگداشت داران در شهرهای مختلف و جاهای دیگه انجام میدن، این است که این صدا رو به گوش سنگین ماها برسونید. مهم اینه که ما بشنویم این صدا رو. و خدای متعال در این صدا هم اثر گذاشته، واقعا اثر گذاشته. جوری شده است که وقتی از شهیدی یک چیزی نقل میشه، یه حرف دقیق و متینی نقل میشه، اثر میذاره بر روی دل ها رو